روشی بسیار کاربردی و فوق‌العاده که قیمت پس از به تعادل رسیدن شروع به حرکت میکنه. خب حالا اصلا این بالانس چی هستش؟ خب دارید فضای بین این دوتا کندل رو مشاهده میکنید. فضایی از این کندل که نه با شادو پر شده در ادامه و نه با کندل. توجه داشته باشید که اگه دنبال معامله خرید بودیم پایین ترین این بالانس رو انتخاب میکنیم و اگه دنبال معامله فروش بودیم دنبال بالاترین این بالانس خواهیم بود. برای مثال نمودار طلا رو دارید میبینید توی تایم فریم 5 دقیقه دنبال معامله خرید هستیم، پس دنبال پایین ترین این بالانس خواهیم بود. دقیقاً پایین ترین فضای خالی بین کندل ها که برای معامله خرید مناسبه. دارید میبینید که قیمت پس از برخورد به این نقطه یعنی پایین ترین این بالانس شروع به حرکت کرده. حالا بریم یه مثال از فروش داشته باشیم. برای مثال نمودار رمزارز بیت کوین رو دارید میبینید توی تایم فریم 5 دقیقه. دارید میبینید که قیمت پس از رسیدن به بالاترین فضای خالی بین دوتا کندل ها یا همون این بالانس شروع به ریزش کرده. این بالانس ها نقطه ای از قیمت هستن که قیمت اونجا نامتعادل هستش که قیمت پس از رسیدن به اون فضاهای خالی تسویه میشه و اصطلاحاً قیمت در این نقطه به تعادل میرسه. این بالانس یه اسم دیگه هم داره که بهش FVG هم میگن. حتما توجه داشته باشید که در کنار